ویروسی کرونا یک پدیده است تا خداوند قیامت را که مردم فراموشش کرده اند یادآوری کند. عاقبت ما را در قیامت به تصویر کشیده است. در سوره عبسه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می فرماید: یوم یفر المرء من اخیه، روزی که آدمی فرار می کند از برادرش، و امه و ابیه، و از مادر و پدرش، و صاحبته و بنیه، و از همسر و فرزندانش. الان رفتن مردم شبیه روز قیامت یعنی آینده است که در انتظار آنهاست. این روزها مردم از ترس جان خود از هم فاصله گرفته و یا فرار می کنند. بهترین دوستان به یکدیگر دست نمی دهند. مادر فرزندش را بغل نمی کند. پدر دست فرزند را نمی گیرد. کسی به دیدن یکدیگر نمی رود. حتی عزیزترین کسی ما از دنیا برود جنازه اش را به ما نمی دهند. غریبانه دفنش می کنند. مجالس ممنوع، عملهای عبادتی تعطیل، نماز جمعه دیگر مهم نیست به خاطر احتیاط گرفتن. دیگر برنامه های دینی دست جمعی ممنوع است. نماز جماعت که این همه برایش ثواب گفتن دیگر مهم نیست. رفتارهای اجتماعی، صله رحم، دید و بازدید تعطیل. ارزانترین لوازم نجات به بالاترین قیمت. خلاصه هر کس تنها به فکر خود است. پس بیاییم پیش از آن که با الله و دیگران تسویه حساب کنیم با خود تسویه کنیم. الله ذوالجلال باز در سوره القارعه می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم در سراسیمگی چون پروانه های پراکنده اند. امروز نشانه از روز قیامت است. الها همه انسان ها را که در دین و آیین خود پایبند هستند بیماری هایشان را شفا و از خزینه رحمت بیکران خود بر سر آنها بگستران و همه را به راه راستی هدایت فرما و عاقبت همه ما را بخیر انجام بده. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.